يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. در آیت 90 الله دیگه حکم به کلمه یا ایها الذین آمنو ایمان بیان کرد. اگر که وقتی که شراب حرام شده بود خب مؤمنین منع شدن ولی بعضی آثار مانده بود. باز الله به کلمه ایمان ذکر کرد که شراب و قمار انصاب و ازلام رجس من عمل شیطان، این پلیتی است و عمل شیطان است، نجاست است، فاجتنبوه اجتناب کنید تا کامیاب شوین. و در ارتباط ما دیروز گپ زدیم و در آیت بعدی 91 در ارتباط شراب احادیث آمده است که رسول الله صلی الله علیه و فرماید اگر کس شراب در دنیا خورد، حدیث بخاری است، و توبه نکرد الله ای را در آخرت محروم می سازد اگر توبه نکرده باشه. و در دیگه حدیث سعید بخاری است می فرماید کسی که شراب می نوشه الله او را طینة الخبال می نوشاند. یک قسم آبی است که عرق اهل نار است، اهل آتش عرقش آب بدنشان است، الله از او به ایام می نوشاند. و دیگه شراب کسی که جور میکنه و کارخانه و کاربار میکنه و پشت میکنه و میبره و میاره میفروشه، همه گیش حرام است. اصل در چیزای نشاور شراب حرمتش در قرآن ذکر است. و دیگه چیزا که هست باز در احادیث میاد که این حدیث هم صحیح است که کل مسکر حرام، هر چیز نشاور حرام است. باز چرس هم داخل میشه و پودر هم داخل میشه، سیگرت و نسوار هم که نشه میکنه داخل میشه. و این حدیث هم صحیح است که کل مسکر و مفتر حرام، هر چیزی که نشاور است و سستی میاره در بدن این حرام است. یعنی ولی امروز کافرها شراب حلال میگن و مواد مخدر که پودر است یا هیروئین است او را حرام میگن، این را حلال میگن. سرچپه کار کرد. و شراب خور جزام نمیتن. در اینجا در افغانستان ما میبینیم شراب خورا زیاد است ولی جزا نمیبینه به خاطر کافرایی را حلال کرده و اینجا کافر مسلط است، بس قانون کافر اینجا میچله. پودری را سخت جزا گیرش کنه که مواد اینا قاچاق و گپا کنه، ولی شراب اینا را جزا نمیده. در حالی که در دوران رسول الله هم پودر و چیزا نبود، شراب بود. انما یرید الشیطان، و در اینجا ضررهای دنیوی و اخرویش الله بیان میکند. جز این نیست اراده میکنه شیطان ایوقع بینکم العداوت، این که واقع کنه در بین شما بیاندازه عداوت دشمنی را در بین شما مؤمنین، والبغضاء بغض و کینه و حسد را، فی الخمر در خوردن خمر، والمیسر و در زدن قمار. یعنی ضرر دنیوی چیست که دشمنی و بغض و حسد در بینتان پیدا میشه. و آخرتش و یصدکم عن ذکر الله، از ذکر الله شما را مانع میشه، و عن الصلاة و از نماز. فهل انتم منتهون، در اینجا مبالغه است، آیا هستین شما منع شوینده با وجود ضررها؟ عمر رضی الله عنه گفت انتهینا، منع شدیم. انما یرید الشیطان، یعنی اراده نمیکند شیطان در خوردن شرابی الا مگری که واقع کنه در بین شما دشمنی را. کسی که شراب خورد بازی دشنام میته و می جنگه تا میزنه یک کسی را. بسیار شراب خورا را دیدیم سابقا که میزد و دشنام خو میته، حتی کفریات میگه، کسایی که الله را هم دشنام دادگیست و بالاخره جنگ در بینشان صورت میگیره. در شراب و در قمار هم و دشنام و زدن و جنگ است. حتی بسیار مفسرین میگن که یکم تا اهل خود هم گرو میکنه، خانم خود، اولاد خدا. بسیاری دیدیم دختر خود در قمار باختگیست، زن خودم تسلیم کرده. یعنی بدترین چیز شراب هم است، ولی قمار از او کده بدتر که بسیار دیگه انسان بسیار بی حیثیت میسازه. دی نشایی که ضرر به خود انسان داره زیاد پودر است، بعد از او قمار است، بعد از او شراب است.
خب دشمنی و بغض در میاد ضرر دنیویش و بسیار وقت دیدیم قماربازان چنان جنگ شده که 10-20 نفر دو طرف هم مرده. خصوصا قماندان ها که میان نه در قمار کتی بادیگاردا میارن و متو ویخی میگه بوجی های پیسه را میاوردن سابقا بوجی کی بود باز حالی هم میتونن باز وقتی که میباخت دیگه او دیگه که میبرد میگه من میرم نه میگه شور خوردن میتانی میگه میتانم بزن دیگه با 10-20 نفر پیکه و راکت و ای جنگ میشن میزنن قطبایی و یصدکم عن ذکر الله و یک بار که دشمنی باز بین چند نفر شروع شد باز او دیگه او را بکش او را نمیتونه دوام پیدا کنه و دیگه منع میکنه از ذکر الله و عن صلات از نماز. از فهمیده میشه ذکر جداست نماز جدا، یعنی ذکر الله به صورت عام که الله را یاد کنی و شراب خوردی نمی در قمارم که بودی و عن صلات از نماز شراب خورد در وقت نماز خوانده نمیتونه و قمارباز هم در وقت نماز قرار قمار خود زده میره اینه باشی خلاص صبر کو می صبر کو یک نماز میره باز دیگهش میره با قمار زدن نماز ترک کنی. من ترک صلات متعمدن نی قصدی هم میشه به خاطر گناه میشه، این بسیار خطرناک که باز فقط کفاره از ایمان بیرون میشه. منع میکند از ذکر الله از نماز شما را منع میکنه. فهل انتم منتهون آیا هستین منع شوینده؟ یعنی بسیار مبالغه است، یعنی قدر ضررهایی که داره. خب اگه یکم تو بگویه که ضررش اگه میتونم میکنم او تو بعضی هم میگه که من که شراب خوردم در خانه میشینم تا که دو دشنام نتو میتونه کنم بعد نشیم که خلاص شد بیرون میشم یک گپ هست کلگی او تو نمیکنه. اما میز که شراب خورد میبرای هر جای میره یا در بیرون استفاده میکنه در هر جای این ضررهایش هست. ولی اگه اینمی ضررها هم نباشه الله حرام کرده است، یعنی امی حرمتش به این معلول به علت نکرده به علت ازی که اینی گفا دشمنی و ایره میاره این معلول به این علت نیست، این ضررهایش هست این ضررهای دنیا و آخرتش هست که این گپ میشه. ولی اگر یک کسی ای تو بکنه که شراب بنوشه در خانه باز موجا بیشینه و مثلا صبح تا چاش باز که نشیش خلاص شد پس برای با نماز خودم به خانه و نه ای تو کنه بازم شراب خوردنش حرام است بازم قمار زدنش. یا کسی اگر بگه که من قمار میزنم به موعدی که مثلا چرا قمار نزنم ما بگیم که دشمنی و بغض میاره به این خاطر دیگه چی دیگه نماز ذکر منم میکنه. خب بگه ما به مو اندازه قمار میزنم که دشمنی نشود جنگ نمیکنه یا بگویه که نماز خودم میخوانم چی ممانعت داره بازم حرام است. فهمیدین یکم دفعه یک حکم معلول به علت است که علتش چیست اگر علت وسو شد باز حلال میشه این تو نیست. شراب حرمتش قطعی است اگر که علل دو پیدا شود یا نشود ولی زیاد وقت میشه اقلا خب از ذکر الله خب منم میکنه چند لحظه که شراب می نوشیم. و اطیعوا الله و اطیعوا الرسول واحذروا فان تولیتم فاعلموا انما علی رسولنا البلاغ المبین. اطاعت بکنین از الله از دستور و فرمان الله و اطیعوا الرسول اطاعت و فرمان برداری از پیامبر کنین واحذروا خود را حفاظت کنین از نافرمانی الله و رسول و شراب و غیره. فان تولیتم اگر شما اعراض کردین مستحق عذاب هستین. از اطاعت الله و رسول و از حرام ها فعلموا بدانین انما علی رسولنا البلاغ المبین که یقینا با بالای پیامبر ما البلاغ المبین رساندن واضح است، یعنی می رسانه باز جزای شما را الله در آخرت میته و اینمی که حجت با بالایتان قائم میکنه ای سیئه و اینمی کفایت میکنه با استحقاق عذابتان. در اینجا الله و اطاعت عام الله و رسول بیان میکنه که اطاعت از الله کنین شراب حرام کردگی است مشکل باشه قمار حرام کردگی است و شما اطاعت کنین شراب ترک کنین قمار ترک کنین و اطیعوا الرسول اطاعت رسول الله مستقل است این الله مستقل اطاعت. چرا زیرا تفصیل شراب و تفصیل قماری او در حدیث بیان شده است. اطاعت از او را کنین واحذروا خود را حفاظت کنین
بیدار باشین. چه معنی؟ یعنی حفاظت کنین خدا از نافرمانی الله و رسول. بترسین واحذروا، بترسین یعنی خود منع شوین از نافرمانی الله و رسول و شراب خوردن و اینا. در هر حکم، خصوصا در حکم شراب، اطاعت الله و رسول در هر حکم است، خصوصا در حکم شراب و نشاچین، چیزای نشاور و قمار و این چیزا. خب فاین تولیتم، اگه ایراز کرده یعنی اگه عمل نکردین، از الله و رسول اطاعت نکردین، جزایش محذوف است. انکم مستحقون للعذاب، شما مستحق عذاب هستید. باز فعلمو این علتش میشه. بس بدانین، یقین بکنین که انما علی رسولنا، جزی نیست به بالای پیامبر ما، البلاغ المبین، رساندن واضح هست. خب پیامبر هم حدود هم تطبیق میکن، این تو نیست که میرسانه و شما را کار نداره، هدفش این نیست. یکم تو مولوی ها که میگه و ما علینا الا البلاغ، از این تو این معنا را میگیرن که فقط با بالای ما رساندن است، یعنی دیگه ما مسئولیت نداریم. دلت شراب میخوری، دلت، من خود گفتم بلا دفست که شراب حرام است، قمار حرام است، زنایی کار نکو که میکنی و ما علینا الا البلاغ، با بالای ما فقط رسان، ما دیگه مسئولیت نداریم. این غلط است، این قسم معنا کردن که ما دیگه مسئولیت نداریم. نه، ما داریم، ما مسئولیت داریم که حکومت قوت نیرو را ایجاد کنیم، به زور مردم مانشه، به زور دست از شراب و قمار. شراب خور جزا بتیم، قمارباز جزا بتیم. ما مسئولیت داریم. اینجا که میگه انما علی رسولنا البلاغ، رساندن است، یعنی حجت قائم میشه بالا شما، عذاب آخرت مستحق میشه. دنیا خوب میتن، در آخرت الله شما را جزا میده. در دنیا که گیرت کنه خو بیز رسول الله هم برش 40 دوره تعیین کرده بود، نه میزد که گیر میکرد شراب خور میزد 40 دوره در مظهر ها. این جزا را خو میده و رسوای پیش مردم هم میشی. در قمار هم میتو یک جزای تعزیری برات است که جزا میبینی. ولی در آخرت باز پیامبر که رساند، یکم دفعه که شراب میخوره کس دولت گیرش نمیکنه، نه بس با بالای رسول بلاغت رسانید، الله در آخرت جزا میده. اگر در دنیا دولت گیرت نکرد، گیر نامدی یا شاید پیدا نشد، بسیاری قمار در خانه زده میره پت و پنهان، دولت خود گیرت کنه به جزا میده، حکومت اسلامی. ولی بگم اکثریت مولوی امیر میگه بعد آخر میگه ما علینا الا البلاغ، خلاص برو. اگه ایگه میگه چرا پیامبر حکومت جور کرد؟ گفتم میرفت خلاص، میگه با بالای ما گفتن بالا در پستان میکنی نمیکنی. نه پیامبر چرا حکومت؟ چرا با دست من نشد؟ چرا شراب همه چیشه بند کرد؟ کل چیشه چپا کرد، کارخانهایش همهش بند شد، با زور با قوت با نیرو بود اوجا. دیجا اگر نی قاتل بگویم آدم من نکشه، کشتی و ما علینا الا البلاغ، بلا در پست بگه وظیفه ما خلاص. نه، قاتل قصاص کو، قاتل قصاص کو. اگر میگه حکومت نیست، هیچ حکومت نیست. چی میگه اینا وظیفه تو عالم چی است؟ هر مسلمان خصوصا عالم، ما عالم با این گفتم که مولوی ها خود هیچ مسئول نمیدانند. همین اکثر مولوی صاحبا میگن ما علینا الا البلاغ. خب مسئولیت دیگه ما نداریم. خیلی مسئولیت تطبیق اسلام، قاتل قصاص کردن، دستش از قطع کردن، مرتد کشتن، مرتد چه قول کفریات گفته میشه. عالمی سنجه وظیفه کی است؟ این مسئولیت کیست؟ اینمی عمل میگی حکومت بیدین است، هیچ نمیکنه. باز مسئولیت کیست؟ بگو خیناله. اول مسئولیت هم یا علماست. اینا باید کار کنن با ایجاد حکومت اسلام. حکومت هایی که اسلام تطبیق نمیکنه او طرفش کنن، این خب مسئولیت است. این قرار ششتن و نموشه یک گپ خودم میگه بلا در پستان ما فقط رساندم. سریعت هم میتون میگه قط این معنا رو میگه و ما علینا الا البلاغ، یعنی که ما رسانیدیم. ما چی میگه؟ وظیفه خدا ما خلاص کردیم، ما گردن خدا خلاص کردیم. ما مردم فهماندیم نمیکنیم بلا در پس، یعنی خلاص شد وظیفه. میگه این خاصان از اگر یک گفتن باشه خب برو دیگه که تو جنتی شوی. نه یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم القصاص، کل مؤمنین خطاب.
قصاص فرض شده به بالایت. این وظیفه ایست که عملا تطبیق کنی، کار کن بر اصلاح. رسول الله هم چه قسم کار کرد؟ حکومت ایجاد کرد، نظام جور کرد، دولت جور کرد، قوت جور کرد، هم تبلیغ کرد، هم تطبیق کرد. تطبیق، تنفیذ با قوت و نیرو میشه. کل مسلمان ها مسئولیت داره، ولی اولش علما. اینطور نیست که ما بگیم، بعضی عوام بگوید که مولوی صاحبا مسئولیت داره، ما نداریم. نه، کل مسلمان ها مسئولیت دارن کلا. تو یک فکر امروز پیدا شده، خب یک باور پیدا شده یخی اسلام، حالا کسی که اسلام مسئولیتش به دوش نمیگیره. لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا اذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا واحسنوا والله يحب المحسنين. لیس نیست علی الذین آمنوا، ببالای کسایی که ایمان آوردن و عملوا الصالحات و عمل نیک شایسته کردن مطابق وحی، جناح گناه نیست، فیما طعموا در امو چیزایی که خوردن نوشیدن، اذا ما اتقوا وقتی که تقوا کنن، خود را نگاه کنن، و آمن ایمان بیارن و عمل الصالحات و عمل نیک انجام بدن، ثم اتقوا باز تقوا کنن، خود را حفاظت کنن، و آمن ایمان بیارن ثم اتقوا باز تقوا کنن، و احسن و احسان عمل نیک انجام بدن، والله يحب المحسنین، الله دوست داره نیکوکاران را. دیگه جواب یک سوال است که الله او سوال صحابه کرده بود. حدیث سبب نزولش صحیح حدیث در بخاری مسلمه. صحابه گفتن که یا رسول الله و یا در بین خود که چطور میشه کسایی که خب شراب که حرام است، حال حرام شد، از ذکر الله منع میکنه، منع شوین، رسو من عمل شیطان. کسایی گفت که شراب خورده بودن و اونا مجاهدان بودن در جنگ بدر، جنگ احد. مثلا میگه گفت در جنگ احد جهاد کردن در حالی که شراب در اشکمشان بود و پیسه قمار بود در اشکمایشان. چطور میشه شهادت از اینا، جهاد از اینها؟ در اینجا الله میگه و از قبل از تحریم بود، پیش از اینکه شراب حرام شده بود، پیش از اینکه قمار ممنوع شده بود، پیش از او. و لیس علی الذین آمنوا جناح فیما طعموا، در گذشته که ای کار کردن، خوردن نوشیدن و خلاص، ولی داینده هشدار. حتی یک صحابی از این آیت تو استنباط کرده بود که گناه نیست در آنچه کسی که ایمان داره و تقوا میکنه ایمان داره که این چیزا بخوره، فیما طعموا یعنی در آینده هم اگه استفاده کنه به شرط تقوا، ایمان، عمل. دیگه شراب استفاده کرده بود. این را پیش عمر رضی الله عنه آوردن، گفت چرا تو کردی؟ گفت شراب حلال است. گفتم چرا؟ گفت ما از این آیت تو فهمیدی. گفت افسوس، گفت که جاهل بودی نمیفهمیدی. گفت اگر نه، گفت مرتد بودی میکشتم، مرتد میشی. یا آیتی تو نیست. اگر نه گفت واجب القتل میشدی، باز جزا دادش. گفت اگر یا آیتی تو معنا نداره، این را بفهمی. باز او معنا شد، ولی اونجا جهلش سبب چی شد؟ منع اجرای حکم ارتداد. همین جهل ازی سبب شد و تعویل که تو یک فهم کرده بود، باز برش فهمان. حالا ما یکم تا غلط فهم کرده، اول میفهمانیمش. اگه هیچ برش حق نرسیده، اتمام حجت به بالایش میشه، بعد از اون حکم به بالایش تطبیق میشه، حجت به بالایش تمام میشه. بسیار گپاست که یکم تو نمیفهمه، بسیار گپاست. خدا گناهگار میگم، ولی میگم کافر نمیشیم. ما گناهگار هستیم، روسی هستیم، چی کنیم دیگه؟ این تو میگم. همین قاضی ها که رشوت میگیرن، حکم الله را تغییر میتن و نه فیصله کردن میرن، میگم ما الله در قرآن گفته که ومن لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون و ظالمون و فاسقون. ما کلش اکثرش میتون میگم کافر. خب میگه برای کسی است که او را قانون امی وظیفه لی را برتر بدانه از قانون اسلام کنه، یا منکر شده به قانون اسلام، یا سبک بشماره. و میتو گپا هم هست، نه اختلافات بین صحابه. این حال میگه کافر با ما و تو نیست، ما ایمان داریم، می قبض میبریم این کافر و قانونش، اسلام خوش داریم دیگه. ولی ما که این کار میکنیم، تغییر میتیم، رشوت و اینا میگیریم، ما در جمله فاسقون میایم، فاسق هستیم. خودشان میگن ما فاسق هستیم، میگن ما قاضی صاحبا کافر نیستیم. این حال ما میگه کسی
حق نداره که ما را بکشه. اگر گیر کرد لط ما بکنه خیره نکشه. این تو میگن ها. این تو یک فهم داره. اکثریتش همینطور. اینا اگه قاضی را گیر کرد کسی کشت گفت چرا قضا کردی به خاطر قضا میکشمت؟ میگه نه چرا ما چی که خودشفت این کارهای خود گناست کافر خود نشدیم ایمان داریم کلمه میخوانم لا اله الا الله وحده و به قرآن ایمان دارم به اسلام ایمان دارم. این طور است. خب این میام یک جهل است این فهمانده شود. یا این که اگر گفت که با ما کسی نگفته بود ما چی خبر که این تو بوده حکم اسلام میگه والله اعلم چی بگم میگم تو همین جهلم قبول نمیکنم. میگه نه باید خودم میفهماند. نه این تو میگه باید میگه تو خودم میفهماندی قضا کردی یک قدر در قانون وضعی خود رساند چرا در اسلام خود نرساندی ماندنید نیستیم. میگه پامد راستی که حالا خب قاضی کی میشه حقوقه که خب حقوق نه حقوق و علوم سیاسی او یک بخش داره سارنوالی نه قضا و سارنوالی بخش داره هیچ چیزی رو نمیفهمه از اسلام قطعا. او نه تفسیر خوانده نه حدیث خوانده نه دیگه اونم چند تا قوانین خوانده رفته قاضی شده. میرم ما قاضی میشه اول درجه اونا قاضی میشن بعد از او با شریعت. ولی بسیاریا قبول نمیکنم این جهلشانم میگه نه قبول ندارم. بسیاری میگه این جهل قبول نیست. لیس علی الذین آمنوا و عملوا الصالحات الله گفت نیست به بالای کسایی که ایمان آوردن و عمل کردن صالح ایمان آوردن و عمل نیک انجام دادن جناح گناه فیما طعموا در آنچه که خوردن. ما در اینجا ایتو در ذهن اول گشت که چرا الله میگه فیما طعموا چرا نه فیما شربوا در آنچه که نوشیدن آن شراب خورده نمیشه نوشیده میشه چرا ایتو نگم. باز دیدم که در این قمار هم داخل است نه آیت قبلی قمار هم الله گفت حرام قمار که از خود نوشیده نمیشه خب پیسه و گپا میاد درآمد از او که است استفاده میشه خورده میشه پس هدف خوردن میباشه نه. پس در اینجا طعموا خوردن و خوردن که نوشیدن هم با داود شامل میشه یعنی پیسه قمار خوردن نه و شراب خوردن نوشیدن در این گناه نیست. اذا متقوا فیما طعموا ماضی است یعنی در گذشته که این کار کردن. اذا وقتی که اتقوا خود را نگاه کنن از کفر و شرک و آمن و ایمان بیارن و عمل صالحات عمل صالح انجام بدن ثم اتقوا باز خدا نگاه کنن از حرام ها و آمن و ایمان بیارن ثم اتقوا باز خدا نگاه کنن از شبهات هم و احسنوا اخلاص بکنن والله یحب المحسنین الله مخلصین دوست داره. خب این خب معنیش آسان الفا میدیم که گذشته تیر شد ولی این ایمان و تقوا اینا است. در آینده کسی ایمان داره به حرمت شراب و تقوا خود نگاه میکنه. 3 بار ایمان 3 بار تقوا رو چرا ذکر کردن؟ اول ایمان به اصول است لیس الذین به اصول اسلام ایمان داره و عمل صالح را انجام میده. اذا متقوا تقوای اول از کفر شرک خود نگاه میکنه و تقوای دوم از حرام خصوصا شراب و قمار از این خود نگاه. تقوای سوم از چی خود نگاه میکنه؟ از شبهات هم و اگر که این مشروط به این شروط نیست که اگر شبهات خود نگاه نکرد باز گناهگار شد این در آینده. و دیگه بعضی های تو میگه که تقوای اول از کفر و شرک است تقوای دوم از بدعات است تقوای سوم از حرام هاست از سمعت و ریا نه تقوای سوم از ریا است از ریا کردن خدا نگاه میکنه. ایمان اول ایمان به اصول اسلام است ایمان دوم به زیادت ایمان و منوی زیاد میشه. ایمان سوم دوام است که دائم به ایمان باقی میمانه. اینمی تکرارش بعضی تو فرق کرده و احسنوا احسان میکنن یعنی عمل شایسته مطابق اسلام انجام میتن یا اخلاص میکنن. خب احسان در حدیث آمد ان تعبد الله کانک تراه الله را قسم عبادت کنی که او را میبینی یعنی اخلاص باشه. والله یحب المحسنین الله نیکوکارا را دوست داره. یا ایها الذین آمنوا لیبلونکم الله بشیء من الصید تنالوا ایدیکم و رماحکم لیعلم الله من یخافه بالغیب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب علیم. اینا لیگام تا جاهلا چی میگن؟ بعضی صحابه شراب میخوردن پیش اسلامی تو کده او تو کده پیش اسلام اگه نخورد او یک گپی نیست کماله خوردم گناه نکردم نمیفهمیدم حکم من برش نامده اسلام که آمد خلا
و اسلام هم که آمد استفاده کرد حرمتش نامده بود. حرمت که آمد منع شده. وقتی که می آیت نازل شد رسول الله حکم کرد که شراب ممنوع، کل شراب را انداختن و کردن. خلاص شد دیگه. پیش از ویگام کار کرده باشه خودش برای ضرر نمیرسانه. یکم تا دشمنای صحابه اعمال پیش صحابه را محکم میگیره. این تو کرده بود، سابق این تو کرده بود. مثلا یکم روایت درباره عمر رضی الله عنه که طفل خدا برد زنده به گور کرد. اینه میبین دیدی؟ نه عمر این تو آدم بود، دختر خدا برده بود زنده به گور کرده بود. الو جهالت بود بیدین. الاسلام یهدم ما قبله والهجرت یهدم ما قبله. اسلام ما گذشته گناه ها را محو میکنه. تیر شد خلاص شد. اسلام که آمد کل شد. هجرت گناه گذشته را محو میکنه. خلاص دیگه. اگم تا دشمنای صحابه وقتی که دینا گناه دیگه چیز پیدا نمیکنن نواقص با میبرندش پیش از اسلام. پیش از اسلام خلاص شد که اسلام که آوردی یا پیش از جهالت است. وقتی که فهمیدی عمل میکنی، بعد از که اسلام برات رسید بازم گناه میکنی، اینجا باز در خطر است. باز گناه سنجیده میشه، کبیره به کفر میرسه نمیرسه، اینجا است. و بازم اگر یک کسی گناه را مرتکب شد توبه کرد بازم الله او را میبخشه. توبه بکنه نه یکم تا توبه هم کرده هنوزم میگه. یکم تا مثلا ایمان آورده سابق گناه کرده در جهالت، باز آل آدم نیک شد، اسلام برش رسید، به اسلام کار میکنه، صحیح عالم شد. سابق یک جاهل آدم بود. باز بعضی هم میگه کی است خوب آدم؟ اونو بسیار نو یک عالم هستی، چی نام داره اینی؟ بسیار خوب آدم هست. میگه سابقهش خبر نیست. من ایره میشناختم کارایی کده در سینما یک وقت دیده بودمش. حالا یک وقت دیده بودیش، یک وقت دیدمش در سینما بود، یک وقت دیدمش کارم سابقه تیر شد. جاهل بدبخت. انسان هیچ وقت امی حالت فیلیش با آیندهش مقایسه نمیشه. فعلا یک قسم است این فعلش ببین، گذشتهش نمیشه با اول. گذشتهش دیگه چیز است، فعلا چیز. یکم تا میاد گذشتهش مجاهد بود، حالا فعلا نگب دی مجاهد حالی هست یا نه؟ چه کنیم ما گذشتهش هرچی که بود فعلا چه کاره هست میاده. دوستی با کافر میکنه علی مجاهد علی اسلام، خلاص ایمانش رفته. هر کس فعلشه، این فعلا اینی مهم. بسیاری جاهلاست میگه ما ایره مسابقهش هم میشناختم. یک وقتی تو کارا میکرد، اون کارا خود جهالت بود، زندگی جاهلیت خلاص شد. حال اسلام داخل شد، به اسلام پابند است، این میره الله. حتی الله میگه اولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات. اینا باز چی میگه؟ وقتی که توبه صحیح کرد الله گناهش به نیکی تبدیل کرد. باز چی میگی؟ وقتی که توبه صحیح میکنه، گناه گذشته توبه کنیم، ختم شد، آینده را صحیح حرکت کن. صحابه وقتی که در اسلام می آمدن داخل میشدن پاک انسان بودن. چرا این می حدیث است که من قال لا اله الا الله دخل الجنه؟ یک معنیش چیست که فرصت پیدا نمیکنه به عمل. کلمه توحید میخونه ایمان میارد، مرگش آمد، بس دخل الجنه. هیچ عمل نکرده جنت میره، جهنم نجات یافت، کل گناه گذشتهش محو شد. اینی را ما شما بفهمیم که گذشته یک کس مجاهد بود، بد بود، خوب بود، هر چی که بود، حال فعلنش مهم. فعلن چیست؟ فعلن صحیح است، به اسلام برابر است، خلاص. هیچ گذشته را ما اعتبار نمیدیم. قرآن اعتبار نداده، الله اعتبار نداده. این میاله این یک آیت دیگه میگه که الله می عفا الله عما سلف. درباره سود میگه عفا الله عما سلف. تیر شد سود خورده بود، ای سود خور بودی، خب بود، حالا چی میکنی؟ حالا توبه کرد خلاص. مثلا یکم تا مسلمانای قوی است او را میارن، حال بسیار آدم نیک شده، نه بسیار یک مجاهد قوی شده، سابق ریشش کلد با ریشای کل سابقش میارن، دیدی بیارش نشان بده، سعی کن ریشش پاک صاف است. میگه حال پاک صاف خود نمیفهمی تو بیچاره، حال فکر فعلا سعی کن. یا نشانش میته سابقش که در یکم سینما ششته یا در جای دیگه ششته، اینه دیدی ای تو آدم آمده حال دعوایی داره که من اسلام در کل دنیا تطبیق میکنم. اینه بیا که دوسیای زیره برات بکشم. میگه او دوسیا خو اگه او گپا بگویم کل سابقه دوسیا داره در گذشته،
کلا چیزی که صحابه بود دوسیه داشت در گذشته، دوسیه گذشته خلاص شد، فعلا فکر کن. اینی گپان بسیاری کسان میفهم. یا ایها الذین آمنوا لیبلونکم الله بشیء من الصید تناله ایدیکم ورماحکم لیعلم الله من یخاف بالغیب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب علیم. و من فکر نمیکنم این میال کسایی که ما شما در مجلس هستیم کل ما شما سابق مرض عقیدتی داشتیم، بدعتی بودیم، عقیده شرکی داشتیم. والله خوب مرا مادرم میگفت که بسیار ما آرزوی میست که تو یک دفعه بخیر در مزار بری در زیارت سخی جان. کی ببرم؟ آرزویش همی بود. خب من میگفتم علی کدام جای هست مادرم هم می آرزوی ما چطور خدا برسانم در زیارت سخی جان، در حالی که اونجا رفتن و از او خواستن هدفی با جاتوی شرک هستم. یعنی مرض تقلید، مرض بدعت چقدر بود نه؟ حالا خب ما شما روز به روز خدا اصلاح میکنیم. الحمدلله از اون گپا بر آمدیم، بازم روز به روز خدا اصلاح کده رایستیم. روز به روز باید جور شد. گذشته کلگی چیز بوده، هیچ کدام مایی تو نبوده که صحیح از اول جهل بود نه؟ جهالت بوده. و این او قدر کمال نیست که یکم تا مثلا میگه که علی رضا عنه به این خاطر برتری داره، همین دشمنای صاحب او از 8 سالگی ایمان آورده بود نه؟ 8 ساله میگه هیچ گناه نکرده. این تو میگه در حالی که ایگه حتی یکم روایت از علی میگه که میگه شراب خورده بود و میآیت میخوان که یا قل یا الکافرون اعبدوا ما تعبدون لا اعبدون عبادت میکنم. یکم روایت هم و شراب حرمتش نامده دیگه. اینی میخوان که می صحابه را یعنی چه قسم چی کنه. اصل این مرض دین این مردم بازده کل گیره مخدوش کرده. می علمای برحق مجاهدین برحق سابقی از یارم میگه فکر کو، ای تو میگه سابقه هیچ چیز نیست، خلاص شد سابقه فعلا. ای مؤمنین یا ایها الذین آمنوا لیبلونکم الله بشیء من الصید تناله ایدیکم ورماحکم لیعلم الله من یخاف بالغیب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب علیم. ای مؤمنین خبردار لیبلونکم الله حتمی امتحان میکند شما را الله بشیء من الصید به یک چیز کمی از شکار تنال و ایدیکم که میرسد به این شکار دستای شما و رماحکم نیزه های شما لیعلم الله من یخافو بالغیب تا که آشکارا بکند الله من کسای را یخافو که میترسن از الله بالغیب در حالی که الله را ندیدن. فمن اعتدى کسی که تجاوز کرد بعد از ذالک بعد از این فله عذاب علیم از برای از عذاب درناک. اینجا ما الله میگه امتحان میکنم اینی کار نکن، بعد از این کار کردی باز دردناک عذاب. پیش از اون نه، پیش از اون کسایی که شکار کردن. الله یا ایها الذین آمنو الله در اینجا یک امتحان بیان میکنه و این امتحان مشابه است همون امتحانی که بنی اسرائیل کرده بود. بنی اسرائیل گفت که روز شنبه شکار نکنین نه. مسلمانان را الله میگه که شکار کردن جایز است ولی در دو حالت یا در بعضی مکانها شکار حرام. اون مکان کجاست؟ حرم. در حرم شکار حرام، حرم بیت الله. و دیگه در حالت احرام، یا کسی احرام بسته کرد بعد عمره میره شکار حرام است. در این دو وقت نکنید. دو ها، که حالت خودت احرام بسته کردی بر عمره یا بر حج لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک نیتش قلبان میکنیم یا الفاظ گفتی خلاص در احرام داخل شدی و لباس هم پوشیده بودی همون لباس احرام بس دیگه شکار ممنوع شد. از این میشه مثلا کسی پیاده میره نه، سابق پیاده میرفت تا سعودی را چیزی که پیش روید مثلا اینقدر شکار نزدیک میشه که یک چوچه مثلا آهو را میبینی پیش دست خورده است میتونیم به دوش بگیریش، یا پرنده باب مثلا لک از دیگه هست خوردهاش میبینی میتونیم بگیری به دست. هم از حیوانات شکار هم از پرنده هست کوک هست خوب چیزای زیبا دادم رایت میاد به دست هم میتونی اینم چون که دالت احرام هستی ممنوع است و هم میتونستن نه مایی را روز شنبه خوب بگیرد. الله میتنالو ایدیکم دستای شما به این میرسن. و دیگه ای که در حرم میرسی، در حرم سایه حرم هر چیز نزدیکت میاد، همین کفتر باب و
شکار این چیزا چهار اطرافت میگرد، دستتان میتانه، بعدش کمی دور شوه که نیزه تیر دیش میشه، این میره غرض نگی. سایه حرم باز یک جای بسیار کلان است، تنها کعبه که از خود جایش مسجد الحرام یک ذره کلان، کلان حرم بسیار کلان. حتی در حدیبیه که از 20 کیلومتر است، یک سایش 20 کیلومتر فاصله داره، یک سایش 10 کیلومتر، یک سایش 12 کیلومتر، یک سایش 7 کیلومتر، یعنی بسیار این به اندازه کابل واره یک جای. خب 20 کیلومتر ایجا تا خیرخانه 10 کیلومتر، ده دیگه چقدر دور میری؟ اینقدر هم حرامه، این مقدر جای وسیع اونجا مشخص شده، باز علامات هست که نمیتونی در این ساعت شکار کنی. اگر که در احرام نباشی ولی دونموج هستی در سایه حرم داخل شدی، بیرون حرم میتونی، در اونجا داخل شدی ممنوع. یا اگر احرام بسته کردی از اینجا که رفتی در حرم نیستی، بازم ممنوع، حرامه، شکار نمیتونی. یکی از ممنوعاتی که حج میرین شکار کردن، احرام بسته کردی خلاص دیگه شکار دست نمیزنی، یکی از ممنوعاتی. این کسایی که ایمان آوردین لیبلونکم الله، حتمی امتحان میکنه الله شما را بشیء، به چیزی، یعنی چیز ناچیز، من الصید، از شکار. از شیء این را فهمیده میشه که شکاری که با در بحر است جایز است، که پس آن آیت الله میگه احل لکم صید البحر، حلال شده شکار بحر، در بحر مایی هر چی که از میگیری بگی، هر چی که برنده باب است بحری است. و طعام و متاع لکم وللسیارة، ولی در خشکه بشه به چیزی که در خشکه است، من الصید، از شکار، این یک چیز ناچیز است ولی الله امتحان میکنه شما رو. تناله ایدیکم، میرسد به می شکار دستای شما، دستتان وش که خورد است و چوچه است و گریخته نمیتونه که دست میتانی، یک کمی بدوی که دست میگیریش. و رماحکم، نیزیت، او که کمی میگریزه که نیزه و تیر بزنش، یا از تفنگک هاست که تیزی میزنیش میفته با ذبحش میکنی. لیعلم الله من یخافو بالغیب، تا که آشکارا بکنه. چرا الله امتحان میکند؟ امتحان حقیقت ما رو به خود ما معلوم میکنه، تا که آشکارا بسازد الله من کسایی را که میترسد به غیب. لیعلم الله، الله خو میفهمد ولی اینجا علم بعد از وجود است، یعنی بعد از اینکه عمل موجود میشه. و لیعلم به معنای لیمیز، تا که جدا بسازد کسی را که از الله میترسه کسی نمیترسه، و آشکارایش کنه به دیگه مردم نشانش بده. کیست که میترسه از الله بالغیب در حالی که الله را ندیده؟ غیب این جمله حالیه واقع، بالغیبی حال واقع شده. یکی که الله را ببینم ایمان است، ولی او که ندیده این اصلی ایمان است. الله را ندیدیم عمل میکنیم، الله ما و شما را میبینه، پس ایمان به غیب است. یکم تو میگه وای ما الله را ندیدیم چطور میشه؟ او را که ببینی خب بیاز ایمان میاری. خب فمن اعتدی بعد از ذلک، کسی تجاوز کرد بعد از این، یعنی بعد از اینکه حکم آمد امتحان شدین، فله عذاب علیم، از برای عذاب دردناک. پیش از او نمیفهمید گپش جدا، بعد از اینکه فهمید. یا ایها الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم ومن قتله منکم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعام يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. در آیت الله یک امتحان دیگر بیان میکند که جزای کسی که اگر شکار کرد، جزای دنیاویش بیان. اگه کسی شکار کرد چی جزا داره در دنیا او را بیان میکنه. جزای اخرویش خو و ایست که انسان توبه کنه، اگر نکند باز الله جزا میده. یا ایها الذین آمنوا، کسایی که ایمان آوردن خبردار، لا تقتلوا الصید، نکشین شکار را، و انتم حرم، در حالی که شما در احرام می باشین. و من قتلوا منکم متعمدا، هر کسی که کشت امی شکار را منکم شما مؤمنین متعمدا قصدا، فجزاء، پس جزای ازی بباله ازی جزا است. او چی است او جزا؟ مثل ما قتل من النعام، مثل آنچه که کشت از چارپایا. یک چارپایا اگر کشت گواه هم است، وحشی این چیزا هم است، باز مثل از او را بته. یحکم به ذو عدل منکم، حکم میکنه به می جزا ذو عدل منکم، کسایی که صاحب عدل است از شما، عادلا و تجربه داره، او حکم فیصله میکنه. هدیه بالغ الکعبه، که هدیه میشود رساننده که برسن الکعبه، به کعبه یعنی در حرم برسه و مجزا پشوا. او کفاره طعام مساکین، یا یک کفاره بتا غذای مسکینا را. او عدل ذلك، یا برابری ازی صیاما، روزه بگیره به برابری ازی.
چرا؟ لیذوق، تا که بچشه وبال امره، جزای کار خدا، جزای کار خدا بچشه. عفا الله عما سلف، عفو کرده الله از آنچه که تیر شد، قبلا تیر شد خلاص. بعد از این و من عاد، کسی که عود کرد بازگشت کرد به این کار، فینتقم الله من، الله از این انتقام میگیره. والله عزیز ذو انتقام، الله غالب صاحب انتقام است. پس در اینجا الله بیای والذین آمنوا دیگه حکمی که فرض است و وفا کردن به این اوفو بالعقود لازم است به بالای ما، این است که لا تقتلوا الصید، شکار نکشین در حالی که در احرام می باش. احرام بسته کنی از هر جای که شکار ممنوع، پرنده است هر چی که است. خب اگر کسی میکشه شکاره، و من قتل، و اگر کسی کشتی را متعمدن قصدن، قصدنی که میفهمه که مدالت احرام است، حتی بعضی سهو ایرام داخل کردگی است، سهوان هم باشه، ولی الله میگه قصدن، جمهور میگه سهوان هم باشه میتوره. مثلا کسی اگر نفهمه که مدالت احرام هستم نه شکار کنه، بگه وی من خود احرام است، احرام معلوم می باشه. فجزاء یعنی فعلیه جزا، بالای جزاست، مثل ما قتل، و جزا چیست؟ مثل بدل میشد، هو مثل، این مثل آن چیزیست قتل من النعمی که کشت از چارپای. خب مثل چه قسم است؟ مثل دو نوع است، یکی مثل سوری است یعنی صورت، یکی مثل قیمی است قیمتش. جمهور علما میگن مجتهدین غیر از حنفی، مذهب حنفی، که در اینجا مثل سوری کی بود صورتش میتن. مثلا یک کسی اگه آهو را کشته پس مثل ازی گوسفند دیده شد، کلان خوردش اندازه میشه. کسی که صاحب تجربه باید میگه اینقدر. اگه گاو کشته یا گاوز ایناست نه و مثل از او را میتن. و من النعمی کس ایچ صرف چارپای شامل نمیشه، پرنده باب هم شامل. اگر پرنده را کشته با دیده میشه که مرغ مثلا به اندازش نه، اهلی چیزای پرنده گرفته میشه با مو اندازی از او. سوری اگر بود، اگر سوری نبود مثلا یافت نمیشه، همین ساعت نیست اینجا، باز قیمتش داده میشه و قیمتش باز به فقرا توزیع میکنه. مثل آن چیزی کشته از چارپای پرنده. خب ولی راجح همی است، مذهب حنفی میگه نه، هدف مثل قیمی است، سوری میگه واجب نیست، هم قیمتش که بته اگر مثل سوریش هم باشه کفایت میکنه. ولی اصحابای تو روایت هست که در سوریش که است مثل سوریش صورت همو خود همو چیز میداده و همی راجح، نظر جمهور صحیح است. مثل ما قتل من النعم، آنچه کشت از چارپای، یحکم به ذو عدل، حکم پای قضاوت بکنه به این ذو عدل، کسایی که صاحب عدل است منکم از شما، یعنی تجربه عدالت داره، فاسقی نباشه، دیگه تجربه داشته باشه، او قضاوت کنه که اینی چیزا بده. خب اگر چارپای است حد یعنی هدیه شود، روان شود، بالغ الکعبه، بالغ که رسنده باشه به کعبه. هدف از کعبه خود اونمو جای خاص نیست یا مسجد حرام، حرام است، در حرام برسه. وقتی که مثلا یک گوسفند یک آهو را کشته، به اندازش یک گوسفند بازی نشانه میشه و روان میشه، اونجا که رسید ذبح میشه به مسکینا داده میشه. اگر که هدیه نامش الله مونده ولی دم جنایت است، جنایت بنان خودش حق خوردن نداره به دیگرها بده. او کفاره طعام مساکین، یا این که کفاره بده طعام مسکینا را. خب او عدل ذالک، یا برابر ازی روزه بگیره. بعضی هم میگه اینمی او کس، جمهور میگه اختیاری است، یعنی یک کسی مثلش چارپای میته یا کفاره طعام مسکین. خب طعام مسکین چه قسم؟ مثلا قیمت از او در نظر گرفته میشه به اندازه از او، باز جمهور میگه که گندم خریده شه. خواه گندم با نیم سا یعنی 2 کیلو چقدر به میکیز داده شود، به فقرا توزیع شود. مثلا یک گوسفند است، یک آهوز چقدر قیمتش اینقدر، گندم بخر بته بینم یا و خوی او عدل ذالک، یا برابری روزه چه قسم؟ یعنی اگر یک کسی نه چارپای خریده میتونه و نه از او میگیره، نداره پیسه پول نداره، اینا روزه میگیره، پول پیسه نداره. روزه اگر میگیره بازی قیمت اینمی مثلا به اندازه گوسفند اگر چیز شکار کرده قیمت سنجیده میشه، با به حساب سا در یک روز روزه نیم ساش یک روز روزه، اینا لی توزیع میشه که به حساب روزه چه قدر میشه. شاید که این 60 روز شوه، 2 ماه شوه، 3 ماه شوه، به اندازه از روزه بگیره.
نیم سا یعنی 2 کیلوش یک روز روزه، 2 کیلو و 200 گرم. با مذهب حنفی اگر بگیریم خب نیم سایش باز 2 کیلو کم است، یک خورد کم نه 2 کیلو، یک چارک فعلی نه. یا برابری زی روزه بگیره. بعضیا گفتن ای به ترتیب است، اولش جزا مثل ما قتله او را بته، اگر او نبود باز کفاره طعام مسکین، اگر این نبود روزه. خب همی جمهور صحیح است که اختیار داره، اگر نداره روزه میگیره، ای میتعین چیزه. خب کسی که داشته باشه روزه گرفتن مشکل است برش، بسیار زیاد میشه، 2-3 ماه و 2 ماه میرسه. لیذوق، چرا الله میگه این جزا را ما تعیین کردیم؟ تا که بچشه وبال امره، جزای کار خدا. وبال آنچه که به بالا انسان بوج میشه، این گناه کرده، هر گناه به بالا انسان بوج است، جزا داره. اینمی کار خدا جزایش بچشه که دیگه در آینده ای کار نکنه. خب سوال پیدا میشه که در گذشته این کار شد، الله میگه عفا الله عما سلف، عفو کرده الله از آنچه که تیر شده. حالا که تو فهمیدی اسلام اینی بعد از این عمل بکن. و من عاد، اگه کسی دوباره بازگشت کرد، بازی کار کرد، فینتقم الله من، الله از این انتقام میگیره. یعنی اگه این کار کرد و کفاره نداد یا توبه نکرد، باز الله انتقام میگیره. والله عزیز، الله غالب است، ذو انتقام، صاحب انتقام است که انتقام میگیره.